سپس میگویند بدانید که عاقل باید، انسان عاقل همان گونه‌ای که تن خود را غذا می‌دهد و خوراک می‌دهد و پرورش می‌کند، عقل خودش را هم باید پرورش کند. همان گونه‌ای که تن تو اگر غذا نخورد، طعام نخورد، ضعیف می‌شود و حتی به هلاکت می‌رسد، عقلی که خداوند به تو داد، اگر تو او را با حکمت، با علم و با کتاب و با نشستن با علما، عموما با حکمت آن را اگر پر نکردی، عقل تو هم از بین می رود. پس همان گونه که برای جسمت را پرورش کردن غذا و طعام همیشه جستجو میکنی و سیر میکنی، عقلت را هم با حکمت همیشه سیر کن، وگرنه بیخبر میمانی که یک باره ضعیف شده است و بیمار شده است و از بین رفته است. و چگونه، با کدام حکمت، چگونه میگویند عقل خود را ما غذا دهیم، سیر کنیم؟ عقل را با تفکر کردن درباره مخلوقات الله و قدم زدن در زمین الله و البته که با آموختن علم و نشستن با اهل علم انسان سیر میکند. کسی که عقل ندارد، اگرچه پادشاه در پشت او باشد هم، یعنی شاههای دنیا، او هیچ عزتی ندارد و اگرچه تمام مال دنیا در دستش باشد هم او قدر ندارد. یگان پولدار بی عقل را کسی احترام نمی کند. یگان بی عقلی که 1001 آبرودار در پشت او هستند کسی عزیز نمی داند. و این را بدانید، لا عقل لمن اغفله عن اخراه. هر کسی که از آخرت غافل است و در دنیا به لذت‌های دنیا آمیخته هست و با آن مشغول است، او عقل ندارد. 1000 کتاب نوشته باشد هم، 1000 از لینین و از اینشتین و از دیگر و دیگرها باشد هم، هر کسی که در دنیای دروزه با دیدن این همه مرگ، با دیدن این همه رفتنی و با کم بودن مدت زمانش در روی زمین باز برای آخرت کار نمی کند و او با لذت‌های دنیا مشهور است یا ببخشید مشغول است، هر کی باشد هم، 1000ها کتاب نوشته باشد و 1000ها شعر ایجاد کرده باشد هم، او عقل ندارد. وگرنه عاقل از این دنیا به خود عبرت می گرفت و به لذت‌های دنیا فریفته نمی شد.